ائتلاف ضد شکنجه و بیجزایی در تاجیکستان روز 11 ینور خبر داد که برای حمایت از حقوق ورزشگر مشهور زاده ولایت مختار کوهستان بدخشان چهارشنبه 3 ادوکات جدا کرده است. این سازمان حامی حقوق گفت چهارشنبه روز 30 دکامبر در فرودگاه دوشنبه در پی از روسیه آمدنش دستگیر شد. ولکه روز 31 دکامبر پدر او عوضخان پهلوانوف به ائتلاف ضد شکنجه مراجعت کرده خواستار کمک حقوقی برای فرزندش شده است. ائتلاف میگوید در شبکه‌های اجتماعی و مطبوعات درباره احتمال شکنجه و بدرفتاری نسبت به چهارشنبه زیاد اظهار نگرانی میشد و در پی مراجعت عوضخان پهلوانوف این سازمان برای حمایت از حقوق چهارشنبه 3 ادوکات جدا کرد که خود همان 31 دکامبر سال 2021 دست به کار شدند. روز 4 ینور سال 2022 در ملاقات با ادوکات‌هایش چهارشنبه شکنجه شدنش و بدرفتاری نسبت به وی را رد کرده است، ولی ائتلاف ضد شکنجه گفت که این مسئله ها را همچنان پیگیری خواهند کرد. دادستانی نسبت به چهارشنبه بر اساس قسم دوم ماده 307 با اتهام دعوت‌های عمومی به زوراً تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی تاجیکستان پرونده جنایتی گشوده است که همچون جزا از 8 تا 15 سال زندان را پیش بینی میکند. روز 5 ینور کلیگه پرونده های جنایتی دادگاه شهر دوشنبه شکایت ادوکات‌ها در مورد چاره پیشگیری نسبت به چهارشنبه را بررسی کرد، ولی قرار دادگاه نویه شامنصور از 31 دکامبر در مورد بحث پیشکی گرفتن ورزشگر را به تغییر باقی گذاشت. ائتلاف ضد شکنجه گفت با گذشت قریب 2 هفته از بازداشت چهارشنبه پدرش عوضخان پهلوانوف تا حال نتوانسته است برای عیادت او اجازت به دست بیارد. به گفته این سازمان ادوکات‌ها در این مسئله نیز به تلاش‌های خود ادامه میدهند. روز 8 ینور به چهارشنبه رسما بر اساس قسم دوم ماده 307 عیبنامه اعلان کردند، ولی او به طور خطی و دهانی چندین بار به تکرار گفته است که من یگان مقصد دعوت به غصب به زوری حکومت نداشتم. من چنین جنایت نکردم و نمیدانستم که مراجعت من میتواند جنایت ارزیابی شود. من با درخواست به جوابگری کشاندن افراد گناهکار مراجعت نامه کرده بودم. از این سخنان برمی آید که پرونده چهارشنبه بر پایه مراجعت نامه است که او در روزهای اول اعتراضهای اخیر خاروق نشر کرد. او در آن مراجعت نامه کشتار ساکن نویه روشقلعه گلبدی زیابیکوف را محکوم کرده به جوابگری کشاندن گناهکاران مرگ او را طلب میکند. ادوکات‌های چهارشنبه گفتند که او با تفتیشات به طور آشکارا صحبت میکند و در بیاناتش صمیمی بوده همه چی را طوری که هست میگوید. با وجود اتهام سنگین مناسبت او دوستانه است. سوالهایی را که به او تفتیشات میدهد با دقت گوش کرده جواب میدهد و میفهماند او میخواهد ثابت کند که وی به ضد حکومت نیست بلکه یک ورزشگر است که شاید در حالت احساسات تندگپی کند ولی زود خود را اصلاح میکند و همیشه هنگام پیروزی با پرچم تاجیکستان به میدان میبراید. چهارشنبه جوانی که در روسیه در سوی ورزش کامیاب شد نمونه برای عبرت برای ورزشگران تاجیک است، ذکر کرده است ائتلاف ضد شکنجه در گزارشش.